شب قدر یا شب سرنوشت کدام یکی از شب‌های ماه رمضان هستش؟ سوره قدر در مورد یک شب صحبت کرده، نه شب‌های قدر. شما هم اگه میخواین تاریخ دقیق شب قدر رو بدونین و در زمان درستش دعا کنین برای سرنوشتتون تا حاجت روا بشین، با دانستنی قرآن همراه باشید که همه مطالب کشف شده در مورد این شب رو براتون بازگو میکنیم. شب قدر یا لیلة القدر شب نزول قرآن و مقدر شدن امور یک ساله انسان هاست. قرآن در سوره های قدر و دخان از این شب سخن گفته. بر اساس آیه های خداوند ارزش این شب بیشتر از 1000 ماه هستش. شب رحمت الهی و آمرزش گناهانه و فرشتگان در این شب به خواست پروردگارشان به زمین می آیند و مقدرات سال آینده بندگان عرضه میشه. تاریخ دقیق شب‌های قدر کدومه؟ در روایات شیعه قدر یکی از شب‌های 19، 21 یا 23 رمضان هستش که احتمال شب 23 بیشتره، اما اهل سنت بر شب 27 رمضان تاکید بیشتری دارند. اما کاشفان معجزه ریاضی قرآن و سوره قدر به شواهدی دست پیدا کردند و به این نتیجه رسیدن که شب قدر 27 رمضان هستش. تو این ویدیو چند پدیده از اکتشافات رو مرور میکنیم. برای مثال کلمه لیلة القدر از 9 حرف عربی تشکیل شده و 3 بار در سوره قدر این عبارت تکرار شده، یعنی در مجموع 27 حرف عربی. این 27 یک نشانه. این سوره کوتاه از 30 کلمه عربی تشکیل شده. کلمه حی یعنی این شب کلمه 27 این سوره هستش و این یک نشانه دیگر. و با چند مثال دیگر از حروف ابجد به نتیجه 27 رمضان لیلة القدر هست رسیدن که با غروب 26 رمضان تا طلوع خورشید 27 رمضان خاتمه پیدا میکنه. این یک فرصت طلاییه که با دعا، ذکر و نماز و یاد خدا به خداوند نزدیکتر بشیم. البته یک ذکری کوتاه، آسان و بسیار مؤثر هم براتون آوردیم. اگر گرفتاری دارین، اگر مشکلی دارین و هرچی دعا میکنین به حاجتتون دست پیدا نمیکنین، این شبها رو از دست ندید و این ذکری که براتون بازگو میکنم انجام بدین. چون نظرها برای تاریخ دقیق شب قدر متفاوت هستش، ذکری آوردم براتون که زمان انجامش 10 روز هستش. پس 10 روز یعنی از امشب تا 29 رمضان هر شب 2 رکعت نماز بخونین، 110 مرتبه بعد از نماز صلوات بگین، 570 مرتبه ذکر یا علی بگید. هر حاجتی در این شب‌های مبارک دارین به دست امیرالمومنین از خدا براتون گرفته میشه. این ذکر رو برای عزیزانتون هم بفرستید تا اونا هم با این ذکر حاجت روا بشن. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره. التماس دعا در این شب‌ها. بدرود.